قسم‌های اراده الله سبحانه و تعالی و فرق بین آنها. قسم‌های اراده الله سبحانه و تعالی و فرق بین آنها. پس اراده اول اراده کونی میگویند. اراده کونی، اراده ازلی. پس اراده کونی این همان مشیت، یعنی همان اراده است که حتما انجام می شود، که این اراده خواه آن را الله دوست بدارد خواه دوست ندارد. چی آن اراده آن کاری که انجام می یابد خواه آن را الله دوست بدارد خواه دوست ندارد، این کار حتما انجام می یابد، می شود. مثال الله می فرماید که فما یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کسی را که الله بخواهد هدایتش کند از برای قبول کردن حق دلش را برای توحید ایمان میکشاید. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، و هر کسی را که خواهد الله سبحانه و تعالی گمراه کند از قبول کردن حق قلبش را چنان تنگ میکند که از شدت و سختی تنگی نفسش گویا به آسمان بالا میره. پس اراده کونی میتواند چیزهای دوست داشته الله، یکی چیزهای دوست داشته الله را در بر بگیرد، مانند نیکی، و چیزهایی که الله اصلا آن را پسند نمیداند، چیزی که دوست نمیدارد، مانند گناه، و که با این اراده کونی این فعل انجام مییابد. فهمو؟ اراده کونی میگویند. اما اراده قسمت دوم اراده شرعی میگویند. اراده شرعی این اراده به معنای دوستداری و رضا است. به معنای دوستداری، دوست داشتن و رضا راضی بودن است. و این همیشه با چیزهای رابطه دارد، ربط دارد که الله آنها را دوست می‌دارد. اراده شرعی. الله یرید ان یتوب علیکم، الله دوست می‌دارد، می‌خواهد که توبه شما را قبول کند اگر به سوی او باز بگردی. پس در این اراده، در آنچه که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد این را، در این اراده حتمی نیست که آن چیزی که الله دوست می‌دارد انجام یابد، انجام شود. آن چیزی که الله دوست می‌دارد و می‌خواهد آن انجام شود. مثلا الله می‌خواهد که انسان‌ها الله را اطاعت کنند، اما بعضی از کسان نافرمانی می‌کنند، اطاعت نمی‌کنند، که بسیاری از مردم. پس فرق بین اراده کونی و اراده شرعی در چی هست؟ پس فرق بین اراده کونی و اراده شرعی در چیست؟ پس اراده کونی حتما انجام می شود، حتما انجام می شود. انا همین اراده کونی ممکن است که چیز ناپسندیده الله باشد، اما اراده شرعی همیشه دوست داشته الله است، اما حتمی نیست که آن انجام بیابد. پس در آخر جمع کردن بین خلق الله، آفرینش الله و کسب انسان معنای آن را دارد که انسان با اراده خود عمل میکند. انسان با اراده خود عمل میکند و برای آن عملهایی که انجام میدهد جوابگر است. پس انا همون اراده و هم قدرتی که برای انسان داده میشود، خود همین اراده و قدرت این مخلوق الله است، آفریده الله است که کسب بنده صورت میگیرد. پس این یک ترازی عدالت الله سبحانه و تعالی است که نشان میدهد که همزمان اختیار انسان در این ثابت است. انسان در این اختیار دارد در عملش. چون یک مثال زیبایی آوردن، انسان برای انسان دو راه پیشنهاد کردن می شود، یکی شر، دیگری خوب نیک. کدامش را انتخاب نمایی؟ خود کو اختیار داری. تو را کسی مجبور میکند که نماز نخوان؟ نه، خود اختیار کردی. این از کسب خودت هست. امروز که در این محفل آموزش علم آمدی، اختیار اینجا با اختیار خود آمدی، با اراده خود آمدی، ولی که کونن الله این را بر تو کتابت کردگی بوده است. کونن این عمل باید حتمی، باید شدنی است و شده ایستاده است، ولی که شرعاً چیز این در شرعاً این اختیار در خود تو هست که این عمل رو انجام میدهی یا که انجام نمیدهی. فهمو؟ امیدوارم که مسئله برایتون روشن شده باشد. کسی سوال داره در این مورد؟